بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. چقدر جمله زیبایی است. میگه خدایا اگر خواسته یا ناخواسته باعث درد و رنج قلب شدیم، آن را شفا بده و ما را هم ببخش. و عرض سلام، شب شما بخیر وطندار عزیز و من. امیدوار هستم که خوب باشین، صحتمند باشین. اگر مریضی هست، مشکل هست، انشالله خداوند برطرفش بسازه. و خوش آمدید برنامه قاب گفتگو، یک قسمت دیگه با 3 عزیز دیگه و من قرار هست در کنار شما در این تایم شب باشیم. امیدوار هستم ما رو بیننده باشین. بسیار خوش آمدید رامی کسب، الهام عزیز و مرتضی گل. سلامت باشی. سلام به خودت شمس، به آریان عزیز و همچنان الهام نازنین و یک سلام خاص و ویژه به تمام وطندارای ما کمی لحظه برنامه قاب گفتگو را از طلوع تماشا میکنند. در هر کجای که هستین، هم تو لبتان پرخنده باشه، آبتان سرد و نانتان گرم و روزای سرد و داینال آلوده کابل بخیر و به خوبی سپری شود. خیلی خوش آمدید. ما هم سلامای خود را به نوبه خود تقدیم میکنم به همه بیننده های عزیز تلویزیون طلوع برنامه قاب گفتگو. امیدوار هستم که صحت سلامت باشین و در کنار خانواده فضایتان هم تو گرم باشه. متوجه صحت سلامتیتان همچنان باشین، چون که هوا قسمی که فراجان گفت آلوده است، حداقل از ماسک استفاده کنین بهتر میشه. آریان عزیز خوش آمدید خودتان به برنامه. بخیر باشی، سلامت باشی. چیزی که شما 3 نفر گفتیم از ما منامت خوب. بخیر اومدی. مگم نام خدا یک کم وزن کمتر کردی؟ والا ورزش میگه رامکی از بس که زیاد گفتی که برادر شیر سوختیم، مجبور شدیم که ورزش بکنیم. ورزش میگه. خب چالشای خود داره برنامه‌اش. نه اگه گفتی خودش اگه وزن کم کنه لاغر شه از برنامه میکشه. یعنی واکنش مردم در مورد خودت چی از در بیرون بازار میبینن؟ امرایت سلام علیک میکنن. والا رامکی صاحب، واکنش مردم قسم هست که در بازار به ثبت برنامه میریم، باز یک کس که میشناسه محمدانای ما میگه اون لقمه آمد بکشی خدا. باز یکی راحت بودن آریان جان در برنامه است. من یک سلفی ویدیوش که دیده بودم در جریان ثبت برنامه، در حالتی که برنامه رو ثبت میکنه باز هم تعصب میزنه پش میکنه، باز میگه خب اون قسمتشون باز کتام نکرده بودن. طبیعی است. طبیعی بود. یک گپ است که کسایی که مثل آریان جان هم کمدین هستن هم مجری برنامه هستن، اما با کل گپ دم راحت بودنشان است. مردم منتظر است که اما خنده طبیعی ازشان بگیره، خنده کنن. امیال که یاد کنیم کمدین، ما در سابق هم داشتیم کمدین های خیلی موفق داشتیم در کشور که مثل خداوند رحمت کنه کل گذشته را آصف جلالی بوده، چندین نفر دیگر. فعلا در حال حاضرم که داریم نفرای مثل آریان جان است، تیم خند و قند ما هست. و شما اگه تجربه داری از که نظر شما چی است؟ از شبکه خنده هم داریم همکارای ما هست. خب تجربه خود زیاد است، یعنی نظر شخصی من است. فقط یک مسئله که من خودم شاهدش هستم و دیدیم در اجتماع، معمولا هنرمندای ما را، کسایی که سبب لبخند در چهره دیگران میشن، مردم با الفاظ نادرست اونها را خطاب میکنن. چشم دید خودم است. مثلا میگنشون رشخند یا رشخندا، یا به طور مثال که متاسفانه بسیار رنجاور است و جگرخون کننده است. حداقل اونا تلاش میکنن، زحمت میکشن، به لبهایتون لبخند میارن و خوب نیست که ما مثلا یک کسی را که هنر خنداندن نداره با چنین الفاظ. اصل موضوع رو اشاره کردید الهام جان، با اجازه شما دوستان، فعلا ما زنده هستیم. کوشش میکنیم که یک دلیل لبخند بر تمام و متنای خود باشیم. مرگ حق است، پشت در هر خانه است. نه زمانی که اومدی والله میگه خدا بیاموزه چی یک آدم بودی. صحیح است نه؟ مثل از اینکه مثلا عبدالاحمد خاکسار خداوند مغفرتش کنه، آصف صاحب جلالی بود که یکی از کمدینای بسیار مشهور افغانستان، واقعا که بلبلای افغانستان ما بودن. و ما شما زنده خوب نداریم، مرده بد نداریم. بشک ما از بود اقتصادی میخوایم صحبت بکنم در این مورد، در مورد زندگی کمدینا در افغانستان و چهرهایی که همیشه میخواین که بر لبان ما شما خنده را جاری بکنن، اما چگونه خودشان زندگی دارن پشتانهشان که اصلا ما شما در تصویر هیچگاهی ندیدیم. خدا بیامرزه، من یک بار خاکسار صاحب دیدم در بیرون تلویزیون طلوع. باور کنید تقدر نارام و ناراحت شدم. یک بایسکلک با یک بایسکل رفت آمد میکرد. یک دفعه با من گفته بودیم قصه را کردم. ولی گفتم که ببینید در کشورهای بیرون اگر بسیار دور نریم، بیایم به بالیوود، بیایم به ایران، سینما ایران ببینیم. چهرهایی که در بالیوود است، امو
پایین ترین کمدین شام یا چهرهایی که اصلا در نقشای دوم سوم پنجم در بخش کمد کار میکنن اونما هم خو یک زندگی مرفه داره مگر متاسفانه ما شما هیچ کمدین من ندیدم که وضعیت اقتصادی خوب داشته باشه در افغانستان. در این قسمت جا داره که تشکری بکنیم. تشکری میکنیم از حامی برنامه انرژی پارتی برای داشتن ذهن هوشمند، فکر توانمند و بدن قوی. انرژی قدرتمند، سالم و ارزشمند پارتی را فراموش نکنید. بنوشید و لذت ببرید. همچنان بریم سراغ یک وقفه کوتاه. دوستان عزیز اگر موافق باشین بریم یک چای هم بنوشیم. ما شما برمیگردیم. درست. نظرتون چیه؟ هوا سرد است میچسبه. میایم تا وقت وقفه میاد. بریم ما شما ما رفتیم دوباره برمیگردیم. تو باش سوالای از یار ببینیم کیا چی نوشته کرد. مایی در او زنده است یا مرده؟ بیا در حال تو سوال است که تو یک نطاق آدمی چی نوشته کرده ولی این سوال از خدن است تو باش تو این سوال شما که در وقت سکمن می باشین چی چی سوال چی سوال السلام علیکم این سوال ها رو شما جور کردید. السلام علیکم موی صاحب بزرگ. السلام علیکم صاحب گرامی. من بغل کشی نمیکنم که مایک خراب نشه. خوش آمدید. موی صاحب از این میز نگیرین شما راحت بگیرین برو. موی صاحب عزیز بسیار خوش آمدید. السلام علیکم. خوش آمدید موی عزیز. چای بسیار مزه. والا خوش مزه بود. همین کلچایش بسیار خوب بود. کلچای ککویش بسیار مزه داد مرا. این سوالا رو شما ترتیب داده؟ بله. به چی سوالای نام خدا. بسیار خوش آمدید موی صاحب عزیز با برنامه خودتان و ممنون هستم که شما دعوت ما رو پذیرفتین. فکر کنم اولین بار است که در برنامه قاب گفتگو شما دعوت چون یا سابق هم دعوت شده بودید. نه خیر سلام خدمت شما چهار نطاق عزیز و دوستای عزیز. امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. دفعه اول است لالا که در قاب بسیار گفتگو خوش آمدید. بسیار دکرارش که بار اول است کاش که ما را به جای نطاقای عزیز دوستای عزیز رو میگفتی همکارای عزیز رو میگفتی. والا ایجاد چی است ایجاد اول کامدم گفت زیاد مذاق نکن خودت گفتی را مکی صاحب در داخل در بیرو یک شخصیت هستم در داخل از او خاطر که ما بسیار رسمی گپ زدم. اصلا همراه خودت تا مذاق هم مزه میته. باور که قدر شیرین هستی که ساعت ها مگه همراهت مذاق کنیم بازم کم است. زیاد شیرین که است زیاد نزدیکی نگیم شکر نگیریم. در شکر خودت هستی. حالا امو مسئله مایی در آب زنده است یا مرده او چطور شد جوابش؟ حالا زمستان دو درخت‌ها بالا شده. کدام لالا؟ اما یک سوالی جا فکر کنم پیشتر پیدا کنید. خود ترتیبات شما بود دیگه. من چه مرده است یا زنده خود سوال شما حالی چی نوشته کردید لالا؟ چطور کنیم دیگه؟ کارت از تو بود؟ نه از من نبود از دوستا هستی از فکر کنم خط ما خو امیر رقم نیست دیگه. نه خط تزیم کرده خراب هم نیست دیگه. از این کده بنده. موسیب عزیز خودت چی شد که رو به طنز آوردی رو به خندیدن آوردی گفتی من یک دلیل خنده شدم با تمام وطندارا هر کسی که مرا بیننده هستن چالش های خودت دی راه چی است؟ سوال چی بود؟ چی سوالای ترتیب دادن شما با خدا؟ آقا راستی همیشه همین سوال از پیشت شده که زیبایی شده بیا از این سوال مگذاره جواب نده. چون ما تا نشنیدیم از مویس فقط دیدیم که در صفحات اجتماعی ناراحتیش از وطندارا گفته که مرا مثلا فلان نه یک چند وقتی وایرال شده بود. من همین دوست دارم بشنوم که از زبان مویس چرا با اینکه میفهمه ناراحت میشه ولی باز این راه ادامه میده. من یه دوست دارم. ما کشور خود هم بد داریم هم خوب داریم. حالا نمیشه که به خاطر بدا باز خوبا را فراموش کنیم. به مو خاطر او بدا را اعلام میتیم میگم بگو تو گفته برو. ما سر گپ شما جمپ نمیگیریم. ما این خوبا را که استقبال میکنن او را در نظر گرفتیم. حالا همین بودن مویز جان که گفت همین بدا متاسفانه بعضی وقتا دلیل میشه که من تا جایی که خودم خبر هستم مویز جان خودش بعضی وقتا اگر اشتباه نکنم مویز عزیز که خودت در اتاق هم حبس میکنی که یعنی علاقمندی نداری بری در جامعه برای در بیرون یا مردم ببینن چون که البته امو ایرادی که میگیرن و حرفایی که میزنن بدون شک ناراحت کننده است. تا فیصدای راست است. ما در خانه میباشیم بیرون هم میبریم به خاطر که نمی مردمایی که خورد هستن بچه ها وشتکا همین دست فروش ها که هستن این یک روز مرا تیله کردن کم بود بفتم
از اون خاطر دیگه با زیاد بیرون نمیریم، ما در خانه میباشیم، روزای سبت بیرون میشیم. ما همیشه خود دیدیم با اینی تیپ، یعنی که همیشه اگر پیرنتوبان میپوشی هم رنگش واسکت هم میپوشی. نه مرا پولدار معرفی نکن لالا خواه. بسیار غریب آدم هستم. خویره چی است که من پترون در جان از این جور میاد، در جان من باز جور نمیاد. خیره کندام ما یک چیز است اما خیره. آقا صاحب تشکر که هیچ چیز نگفتم. آقا صاحب عزیزم ما دیدیم دمو سابقا یگان عکس مکتبت مینداختی، اما لباس فرم و پتلون یار من دیده بودم آقا صاحب در جانت. خودت از چالش‌های برنامه بگو که در یک روز برنامه شبکه خنده را که ثبت میکنین چند روز در هفته است، چقدر ثبت برنامه دارین، سختی‌ها چی است؟ چون برنامه بیرونی است و سختی‌های خود داره. بله لالا، ما در روز دو روز ثبت میگیریم یک برنامه را و یگان جای میریم، یگان جای که داخل میشه یک نفرش میگه بیا ثبت کو. در یک خانه‌ای که میریم مردم است علاقه‌مندی دارن، باز یگان تا بعدش میگه که شما را کی مانده برای نتیجه بسیار تحقیر میشیم. یگان جای در بین ثبت هستیم، ثبت شروع است که یک نفر یک در پشت سر شیشته یک کارکای کده رایز در پشت خود چی کارکای؟ او دیگه گفته نمیشه، بگوی دیگه خلاص گپ کت میشه. آقا صاحب تو کدام نقشی بوده که خودت اجرا کرده باشی و خندید گرفته باشی؟ من سعی کردم طرف مسایی که طرف مسایی باش که شوکی ها بچه خود به خود دور خورده. نقش باشه که بازی کرده باشی و خندید گرفته باشه. ما والا میبینی که در برنامه هستم، لبم پرخنده است قوی، ما همیشه خنده میگیره مرا در این برنامه، همیشه در هر نقشی که بوده مرا خنده گرفته و یک برنامه رو ما 3-4 دفعه 4-5 دفعه به خاطر مری کار زده، به خاطر که همین شروع کردیم خنده آمده. خنده یک چیز طبیعی است که ما به خاطر خنده یک لطم خوردم، یک سلیم خوردم خیره ماما بوده ماما والا کی قفا کرد نفر نشان بده بره بیا کی زنی بیا در کلان همکار شنیدن مجور تیار من میگم خیر است برنامه است. من حتی یگان روز در این برنامه رو در رو چنجال کردیم، لط خوردیم یا جگر خود شدیم. برنامه میگم من نمیخوایم بگیم که از سخن ورسای قفا خوردیم، من میگم نمیگویم نخواد دیگه دارم. من گفتم دوستا کی قفاقش کرد؟ کی کرد؟ من اینو نگفتم. کی زده؟ هیچ نفهمیدم. نگفتم. بیا آقا صاحب کار نکن دیگه. بیا گپ تغییر میدیم. کات کنی نه. سعی کنم پس رونده استم. نه خورزاده فکرت باشه. خورزاده یک قسم بیسوی داری. معیز عزیز یک سوال که همیشه مطرح است و میخوایم که از خودت بپرسم، چند سال میشه در رسانه کار میکنی و تا حال چی به دست آوردی از رسانه؟ اما چیزی را که خودت تا حال به دست آوردی، یعنی واقعا پولدار شدی، تانستی یک مقدار پول در حساب بانکی جمع بکنی؟ والا باید تقریبا 7 سال در یک تلویزیون دیگه کار میکردم. بعد از اونجا حتما مفت کار میکردی؟ اونجا دیگه چیز قابل بود دیگه، چیز گفته نمیشده. اونم کسی که در پشت سر سویچ میکنه خاطراتش یاد داره. خب بعد از اون برات بگم لالا که چیه، بعد از یک چند وقت دوران دیگه بودم در شبکه خنده، یک 5-6 ماه. بعد از اون بین 3-4 سال میشه که حال هستم نه چیز جمع کن ندارم که پیسه جمع کنم. بخور و نمیر میشه. بخور و نمیر میشه. چون ماش چقدر است؟ میگن سن زنا و ماش مردا را پرسان نکن لالا. حالا که جواب دادی نمیگم. جواب دادی یا سوال کردی؟ خیره شمجان از دوره مکتب معیز جان پرسان کرد. من قسمی که معلومات دارم خوب شو خوان بودی، درس و مقننه میخواندی؟ والا ما چوکی مکتب کس شوخ است دیگه. خود چوکی شوخ است که مارم در شوخیت آورده بود دیگه. درس نه، من ناکام ماندیم، هر دفعه مشروط ماندیم. 12 را به یک رقم خواندم که هیچ پرسان نکنم دیگه. غیر مشروط میماندم، لط میخوردم، بسیار لط خوردیم. نه نمفته چوکی است که خود به خود دور میخوره. هاشمی عزیز والا در اواخر لط نخوردیم و قضیات چون که اندیوالا استادا رفیق شده بود. بعد از این بسیار تای رفیقا بود استادای ما. موسیب پیشتر ما یاد کردیم، باز اگه بریم بحث ناراحت میشه، گفتن که در اتاق خودت حبس میکنی.
چند آیا روزی میشه خود از کنی یا به ساعت و دقیقه میکشه؟ ما تا که وقت سب نشه این خانه قدیما جنجال داره که میگه وزنت زیاد شده برای اما برای میدون پشت توش تکا دیگه بازم بود هیچ شمور برآمدن خوشت نمیه کم برای از خانه لالا. آریان جان یا لطف کنی یک معرفی کنیم. تشکری خاص میکنم از حامی مالی برنامه ما جوس رویال. زندگی روزمره‌تان را با جوس خوش‌ذائقه رویال زیبایی ببخشید. کیفیت را با جوس رویال تجربه کنید. چون زمستان است امور گرم بنوشید. ممنون. هاشمی صاحب شما بفرمایید. یک وقفه میگیریم برمیگردیم. بخش بعدی بخش بسیار جالبی هست، با ما همراه باشید. وقفه بازم خوش آمدید. انشالله که همتان در امان بمانید از تمام امراض و بیماری ها. مشخصا در شب روز فوق العاده احوال داشت شده و دوستای ما دو دفعه اشاره کرد. 10 بار دیگه هم اشاره میکنم. 10 بار دیگه هم اشاره میکنم به خاطر از اینکه من مسئولیت به دوش میگیرم در قسمتی که باید برسانم گپای خود برای هموطنای ما. اول دست واقعا و وقت شب در بوتر می باشی نمیتونی که 3-4 متر دورتر تا ببینی. این بسیار رنج میده آدم. وقتی میبینی کشورهای همسایه ما چقدر مرفه، مفشن، منظم زندگی خود پیش میبره و ما بیچاره ساکت در پایتخت افغانستان که کابل است. چشم تپت بگی بودم اون وقتی که تکر شد باز بیدار میشه. یک حال شمس عزیز در مورد حمایت کننده مالی برنامه میخواد که پیام داشته باشه. تشکر میکنم. برای ما جا داره تشکر کنم از حامی برنامه انرژی واقعا خوشمزه پارتی. برای داشتن ذهن هوشمند، فکر توانمند و بدن قوی، انرژی قدرتمند، سالم و ارزشمند پارتی را فراموش نکنید. سرد بنوشید تا خستگی شما را رفع کنه. اول و دست ماسک داشته باید. حال گیم است. گیمی که بین مرتضی عزیز و معز عزیز انجام خواهد شد. من منتظر بودم که چی وقت بخیر گیم شروع بشه که من بسیار گشنه هستم. حالا من چشمم میره قوی بغلت. من گیم یک توضیحات بدم. گیم قسمی است که نام امو آش ما میگیمش دیگه چی نمیگیم. همراه امو چوبکایی که میخورن هر کدام که زیادتر خوردین و تانستین بخورین برنده هستین. مقصد یک گپ براتون بگم که در تن زیاده که دیالوگ گفت وارد خوردن دیگه پشمند باید پشت دست باشی. بگه بالوم خب الهام جان تو طرفدار کی هستی؟ من طرفدار آریان هستم. خب چی میگی؟ من طرفدار دیگه من طرفدار هر دوی تان هستم. من طرفدار معز هستم. یکی را انتخاب کن لالا. من نفریگری میکنم. نه تو چی میگی نفریگری؟ نکن نفریگری. چی گپ؟ نه برو من نفریگری میکنم. نکن نفریگری. مرتضی عزیز خودت نزدیک بیا. من همین یک ذره سنتر بانم. مقصد چوبش هم از این چوبایی است که همین کشورهای کره‌ای و ژاپنی استفاده میکنن و همش چینایی هم شروع نیست لالا جان برو میشه. شب نمیشه لالا. نه لالا. شب کنید زود خلاص میشه. حالا اوش شب کو که باستانا موادش بونه. آش هست. آش مگی. نامش من نمیفهمم. مقصد میتونین نوش جان کنین. فقط که هیچ نخورده. نخوردیم راستی هم نخوردیم. من این بیادر ما از اروپا نه تازه دیروز آمده. نه من باور میکنم نخوردیم تا حالا. خب صبر کن یک دقیقه جنگ نکنیم. ما تمرین داشتیم که ما میفهمین و کارتان شروع کنیم بخیر. 1 2 3 ولی دور از زیاد دور از زیاد دوره آریان مویس همین نه بینی تا نچکنی مویز یک لقمه دادار شمسان بان. یک لقمه باشه. نکو. خلاف قانون پیش میری. مرتضی باخت. مرتضی زمین انداخت. مرتضی باخت. دوستای عزیز بسیار معذرت میخوایم آدمی رقم غذا نمیخوره. وی خود تو میخوردی؟ تشکر لالا انسانیت والا شپش که مرتضی آشش کمک اوگت است. آش کم انداختن اوش زیاد که باش که یک باز همراه دو بر مرتضی جان همراه پتنوس یک جای بکش. برو لالا
یک رقم یا خوردم بگوی در خانه یارو نان نمیتن. آموت رامه است. ما رفتم خیلی خداحافظتان دیگه خداحافظی رو شما بکنیم من تو آش بخورم. خداحافظتان. همیشه این نمی رقم خدا خراب کردی چقدر 2 کیلو زیاد کردی خدا. ممنون هستم آقا صاحب که در برنامه حضور پیدا کردین. برنده معلوم نشد. به عنوان شما بخیر باشید. که ما را دعوت فرمودید. قربان شما. بخیر باشید. برنامه بسیار زیاد باقی مانده. باقی مانده. ما باید در مورد غذاش صحبت بکنیم. می حالا من آش دیدم روزانه چند وقت غذا نوشجان میکنی و چی رو بیشتر دوست داری؟ چی بدت میاد نمیخوری هیچ وقت؟ لالا ما قابلی زیاد خوشم میاد. قابلی کباب میاد و سانا باب کاسانی و 3 وقت نان میخوریم دیگه. از آشپزی هم بگو مویز جان. آشپزی تخم سوختانده میتونم، دیگه سوختانده میتونم، دیگه قضیات چیز پخته نمیتونم من رو. ممنون هستم آقا صاحب. وقت کم است. کدام سوال دیگه نه وقت زیاد. بگو سوال دیگه. تشکر. بگو لالا نه یک سوال دیگه. چند سال هستی؟ برو این سوال آخر چند سال هستی مویز جان؟ 22 ساله. این عمل 23 میشه. سوال در ذهنتون نماند. سالگرد را باز تجلیل کنین دوستا. هر چه قیصری مانده میچ کس تجلیل نکرد. تشکر آقا صاحب عزیز به برنامه. بخیر باشید. تشکر. آمی برنامه جوس رویال زندگی روزمره‌تان را با جوس خوش‌ذائقه رویال زیبایی بخشید. رویال کیفیت از آن ماست. تشکر میکنیم. اول و دست ماسک داشته باشید. آفرین. بگو لالا. خیلی ماسکات هم نیاز است هم صبح. حالا سپاسگزار هستم از تمام شما وطنداراییم که تا این دم همراه ما بودین. تا برنامه بعد که بازم ما 4 نفر حضور شما میایم، همتان به خداوند میسپاریم. شاد موفق خرم باشین. بدرود.